به نام خدا. صحبت اخیر من در مورد سوال خیلی جدی از آقای خاتمی و اصلاح طلبان و پرسش در این مورد که چه نشانه هایی برای شرکت در انتخابات دیدن، که البته خود من جدی‌تر از این مطرح کردم و نظرم رو قطعی گفتم که این انتخابات بی حاصل هست. واکنش‌هایی داشته که البته من خوشحالم، اگر واکنش نداشته باشه یه مقدار من نگران میشم، حتی واکنش‌های مخالف، یعنی اینکه فضای بحث باز شده و دوستان براشون موضوع مهمه. ببینید، من سوالم این بود که فرض کنیم یک فرض نزدیک به محال، آقای خامنه‌ای خواب نما شد و فضای انتخابات رو باز کرد، که البته عرض می‌کنم این کارو نخواهد کرد. هیچ نشانه‌ای هم بر مدارای آقای خامنه‌ای وجود نداره هنوز، حتی نسبت به بسیار از جوانهای مردم که نسبت به حتی در سطح بالای مخالفت نبودن، یک روزنامه‌نگار عادی بودن، پسر جوان، مرد حالا میان سال، زندان طولانی بهشون دادن فقط به صرف اینکه مثلا یک سایت خبری اداره می‌کردن یا در انتخابات برخلاف نظر غالب که نظر آقای خامنه‌ای بوده رفتار کردن. ولی گیرم که آقای خامنه‌ای به فرض این کارو کرد و فضا رو باز کرد. سوال من این بود که از تشکیل مجلس چه هدفی دنبال میشه؟ مجلسی که آقای خامنه‌ای اخیراً بیش از گذشته محدود کرده و حتی اعلام کرده نماینده‌ها حق ابراز مخالفت با گفتن دو ندارن. یعنی از این به بعد نماینده‌ها میخوان مخالفت هم بکنن باید برن اجازه بگیرن، بر حکم ولی فقیه نوع مخالفتشون رو بگن، که اون هم البته من در یک برنامه مستقلی صحبت خواهم کرد چرا آقای خامنه‌ای با این کار مخالفت کرده. اینکه ایشون دنبال این هست، من فقط یه جمله بگم، دنبال این هست که حتی نوع مخالفت ها با دولت با هماهنگی کامل ایشون باشه، هیچ کس بدون هماهنگیشون نه مخالفت کنه نه موافقت. بعداً صحبت می‌کنیم. حالا واکنشایی داشته. ببینید، من میخوام به صراحت بگم، متاسفانه باید بگم، تجربه سالهای گذشته من از زمان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آقای خاتمی در سال 80 با آقای کروبی صحبت کردم. من موقع مشاور رسمی ایشون بودم. به ایشون گفتم که آقای کروبی با آقای خاتمی صحبت بکنید، این سری شرط و شروط رو بگید، وگرنه ازشون حمایت نکنید. آقای کروبی من گفتن که من اگر مخالفت بکنم آقای خاتمی بریده و نمیاد. به صراحت ان شاء الله ایشون به زودی آزاد شن و این صحبت منو بشنون و نظرشون رو بگن. در اتاق با هم نهار می‌خوریم، گفتم آقا مطمئن باشید آقای خاتمی خواهد اومد. علتش اینه که نه آقای خاتمی واقعا شخصا هیچ علقه و علاقه‌ای به حکومت نداره. یک آدمی بیشتر کار فرهنگی رو میپسنده و من یقین دارم امروز بارها خودش رو سرزنش میکنه چرا اصلا اومد رئیس جمهور شد، چون ایشون خیلی علاقه داشت به کارهای فرهنگی و گمان میکنم اومدن به عرصه ریاست جمهوری ایشون رو از کارهای فرهنگی جدا کرد. اصلا منظورم آقای خاتمی نیست، ولی کسانی در حوزه آقای خاتمی هستن از بستگان، دوستان، آشنایان، همفکران، اونها به آقای خاتمی فشار میارن. در اون دوره هم اونها به آقای خاتمی فشار آوردن، آقای خاتمی شخصا علاقه نداشت. من اون موقع با آقای کروبی گفتم این فشارها برای آقای خاتمی انقدر زیاد است که ایشون قطعا خواهد اومد، چون بسیار از این دوستان اگر آقای خاتمی نباشه، نه اینکه دیگرانی که در حکومت هستن کفایتشون بیشتره، اما فضای کار به اینها نمیدن. میگفتم بسیار از این دوستان آدمای محترمی هستن، آدمای با کفایتی هستن، اما اگر آقای خاتمی رئیس جمهور نباشه اینها فضای کار ندارن، چه کار اقتصادی، چه کار سیاسی، چه کار فرهنگی. به همین جهت با آقای خاتمی فشار میارن. البته در بینشون آدمای سوء استفاده‌گری هم هستن، کما که در دولت هاشمی بودن و ده ها برابرش در دولت احمدی نژاد هستن، اونها همیشه بودن. ولی حتی با دید خوب اگر نگاه بکنیم، بسیار از این دوستان فرضشون بر این بود و فرض درستی هم بود که فقط در شرایطی خاتمی و خاتمی نامی رئیس جمهور باشه اونها میتونن کار انجام بدن. به همین جهت من با آقای کروبی میگفتم اینها با آقای خاتمی فشار میارن و آقای خاتمی قطعا خواهد اومد، که ایشون اومد. امروز هم متاسفانه نوع دیگری از همون آدم‌ها متاسفانه کوچکتراشون، کوتوله‌هاشون، بزرگانشون همه در زندانن، بزرگانشون به هیچ وجه اجازه بازگشت به قدرت و حکومت رو پیدا نخواهند کرد. من با صراحت میگم در هیچ شرایطی آقای خامنه‌ای اینقدر کینه‌جو هست، حاضر حکومتش سرنگون بشه ولی دیگه بهزاد نووی در حکومتش نباشه، دیگه کروبی نباشه، موسوی نباشه. کسانی که سطحشون بسیار پایینتر از اون افراد هست امروز دیگه طمع حکومت دارن و اونها دارن با آقای خاتمی فشار میارن. البته ممکنه مصلحت اندیشی دیگه هم باشه، اما اگر من از آقای خاتمی خواهش همینه، باز هم تکرار میکنم، ایشون بیان توضیح بدن تا امثال من هم دچار توهم نشیم که حتما فشارهای همون اطرافیان عرض میکنم ورژن کوتوله‌تر اون اطرافیان. قبلا یه مقدار آدم‌های قد بلندتر بودن، آدم‌های شناخته شده‌تر بودن، آدم‌های با شخصیت‌تر و محکم‌تر بودن، آدم‌هایی بودن که ایده‌هایی داشتن چه برای حکومت، چه برای کار اقتصادی، چه برای کار سیاسی. اما امروز کسانی هستن که به نظر من بسیارشون فقط به حفظ جایگاه خودشون در حکومت فکر می‌کنن. کما اینکه عرض می‌کنم نمونه‌ای که این نماینده مثلا اصلاح طلب مجلس اخیراً گفته که ما کاری به کروبی و موسوی نداریم، یعنی ما می‌خوایم در حکومت بمونیم به هر قیمتی. خب این افراد هستن که امروز بیشتر دارن فشار میارن و من خواهشم اینه، ببینید آقای خاتمی اگر میخواد به این مسئله متهم نشه و متهم نشه که به خاطر فشار بعضی از اطرافیان، به خاطر منافع یا به خاطر انگیزه های سیاسی از اطرافیان داره کاری میکنه که نانش به نصیب آقای خامنه‌ای خواهد شد و هدف ایشون که
پارسال گفته دنیا خواهد دید که باز هم مردم چگونه در انتخابات شرکت خواهند کرد. اگه آقای خاتمی نمیخواد متهم بشه که برای تأمین اهداف اون دوستان کوتوله خودش، من با کمال تأسف میگم با همه احترامی که برای آقای خاتمی قائلم، برای تأمین انگیزه ها و اهداف و اصلا حتی ممکن اهداف خوبی هم باشه، ولی به هر حال انسان کوتوله هستن کسانی که این کارو میکنن. آقای خاتمی اگر میخواد متهم نشه اینکه برای تأمین انگیزه ها و اهداف اونها وارد این عرصه‌ای شده که منفعتش فقط آقای خامنه‌ای خواهد بود و به هیچ وجه هم اجازه باز شدن فضا رو نخواهد داد، بیا توضیح بده، بگی که مثلا ما این طرحو داریم. من سوالم اینه که فرض کنیم اتفاقی مثل اتفاق دستگیری لقمانیان در مجلس ششم تکرار بشه در مجلس آینده. اون روزی که لقمانیان دستگیر شد، آقای کروبی بعد از اینکه به قول خودش رایزنی ها رو انجام داد، چون آقای کروبی همیشه اعتقاد داشت که حتی الامکان بدون اینکه تنش ایجاد چه کار پیش بره، چون معتقد بود مجلس رو باید حفظ کنه، مجلس کار بکنه. بعد از اینکه انجام داد اومد یه تهدید حکومت رو کرد، بعد از چند ساعت آقای لقمانیان آزاد شد. یعنی آقای خامنه‌ای برای اینکه بی آبرو نشه، چون من یقین دارم دستگیری لقمانیان با دستور شخص آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای می‌خواست مجلس ششم رو خرد کنه و مقاومت کروبی باعث شد که آقای خامنه‌ای ناچار شد که تو این زمینه کوتاه بیاد. متأسفانه که شخصیت خودش حفظ کنه، به آقای حداد عادل و چند تا از نمایندگان راست مجلس مأموریت داد یه نامه خطاب بهشون بنویسن، در حالی که اونها قبلا اگه انگیزه داشتن خودشون می‌نوشتن. 2 هفته بود لقمانیان در زندان بود. آقای خامنه‌ای مأموریت اونها نامه نوشتن و بعد بر اساس نامه اونها آقای خامنه‌ای دستور آزادی لقمانیان داد که معروف قصه، وقت رفتن تو زندان لقمانیان بنده خدا می‌خواد چایشو بخوره، انقدر عجله داشتن از زندان بفرستنش بیرون که چایش هم نخورد اومد بیرون. اما امروز اگه همچین اتفاقی بیفته، نه آقای لقمانیان چون رئیس مجلس فرض کنیم یک اصلاح طلب یا یک اصولگراست، برخلاف رویه آقای خامنه‌ای هر سر از پشت تریبونش ببرنش، چه کاری میشه تو این کشور کرد؟ حکومتی که به این حد از رسوایی در داخل و خارج رسیده که زن وکیل رو زندانی میکنه، نماینده مجلس رو زندانی میکنه، هر کس به هر نحو مخالفت کنه زندان طویل مدت میده. اگر رئیس مجلس رو دستگیر کنه به خاطر اینکه خواست مقاومت کنه، استقلال به خرج بده، کی صداشو به جای میرسونه؟ اگر فردا رادیوی مجلس رو بستن، کی مقاومت خواهد کرد؟ ما که میدونیم الان شرایط کشور چجوریه. سوال من کاملا واضحه. اتفاق افتاده در زمان مجلس ششم به صورت غیر قانونی مجمع تشخیص مصلحت داشت یک بودجه بسیار کلان و نجومی به شورای نگهبان میداد. آقای کروبی جلسه مجمع تشخیص رو ترک کرد و اونجا با صدای بلند گفت من اگر این قانون تصویب هم بشه ابلاغ نخواهم کرد. با خاطر مقاومت آقای کروبی کوتاه آمدن. امروز آیا امکان پذیر هست؟ قطعا امکان پذیر نیست. اگر میگید حکومت ناچار خواهد شد کوتاه بیام، خدمت شما بگم آقای خامنه‌ای تجربه کوتاه آمدن داره. من اتفاقا یک نمونه بهتون نشون بدم خیلی جالبه. الان یادم افتاد. ببینید یک مناظره دو سال قبل بعد از انتخابات بین آقای محمدرضا خاتمی برادر آقای سید محمد خاتمی و آقای روانبخش که از چماقداران آقای مصباح یزدی و آقای احمدی نژاد برگزار شد. در اونجا آقای سید محمدرضا خاتمی اعلام کرد که در انتخابات مجلس پنجم صلاحیت اعضای نهضت آزادی توسط شورای نگهبان تایید شده. آقای روانبخش رو تکذیب کرد. من همون روز چون سابقه قصه رو داشتم سابقه رو پیدا کردم از روزنامه اطلاعات و اسامی که افرادی که تایید شدن توسط همین شورای نگهبان رو چاپ کردم. من حالا خدمت بعد اینو ببینید تصویر رو. این روزنامه آفتاب یزده که به ناحق از من گرفتنش. اونجا کسانی که تایید شدن آقای عزت الله صحابی مرحوم، آقای بسته‌نگار داماد مرحوم آیت الله طالقانی، آقای ابوالفضل بازرگان و افراد دیگه. اینا هستن اسامیشون اینجا اتفاقا ما هایلایت کردیم اسامی کسانی که تایید شدن. خب ببینید آقای خامنه‌ای نشون داده در شرایطی اون موقع چرا نتایید شدن. اون موقع فشار سازمان ملل، گزارشگر سازمان ملل آقای کاپیتورن اومده بود ایران در سال 75 زمان انتخابات مجلس پنجم. سفرای اروپایی همه از ایران رفته بودن و آقای خامنه‌ای به شدت تحت فشار بود، کوتاه آمد. ولی به محض اینکه این فشارها برطرف شد، این مقدار شرایط عادی شد، اومد در انتخابات بعدی حتی نمایندگان مجلس رد صلاحیت کرد. به فرض که آقای خامنه‌ای خصلتش اینه، به فرض که در شرایط فشار کوتاه بیاد، روزی که بتونه نه تنها اون فشار رو برمیگردونه بلکه تحقیری هم که در این مدت شده جبران خواهد کرد، کما که الان داره میکنه. یعنی بسیار از کارهایی که آقای خامنه‌ای الان داره انجام میده، دستگیری موسوی و کروبی، من بارها گفتم هیچ ارتباطی به انتخابات نداره. نه اینکه ارتباط نداره، ولی ریشش به کینه 25 ساله آقای خامنه‌ای از موسوی و کروبی برمیگرده و ایشون هر موقع فرصت بکنه جبران خواهد کرد، حتی اگر زمانی کوتاه آمده باشه. من میخوام بگم اگر آقای خامنه‌ای بر اساس یک منطق شما دلیل دارید که میخواد کوتاه بیاد، نه که کوتاه بیاد، از زیاده روی‌هاش عقب نشینی کنه. آقای خامنه‌ای اصلا نباید کوتاه بیاد، بعد از زیاده روی‌هاش عقب نشینی کنه. اگر آقای خاتمی و دوستانشون نشانه‌هایی دارن که آقای خامنه‌ای کوتاه میاد، ببخشید میگم باز اشتباه کردم، آقای خامنه‌ای حاضر از مواضع ناحقی که تصرف کرده برخلاف آزادی‌های مردم عقب نشینی کنه، بسیار خوب، بگید ما بدونیم. ولی من یقین دارم آقای خامنه‌ای هیچ نشانه از خودش بروز نداده و اگر هم
اگر کسانی بگن آقای خامنه‌ای ناچار خواهد شد، سیستم حکومت ایران، ساختار حکومت ایران به طوری که آقای خامنه‌ای هر لحظه بخواد میتونه برگرده و میتونه این مظالم رو دوباره مضاعف انجام بده. و میگم روحیه ایشون، روحیه کینه‌جویی و عقده‌هایی که ایشون داره اینطوری که اگر هم برگردن اون مدتی هم که کوتاه اومده بوده رو میخواد جبران بکنه، به خیال خودش کوتاه اومده بوده یا در واقع عقب نشینی کرده بوده. به همین جهت من اگر واقعا روشی وجود داره که به صورت نهادینه آقای خامنه‌ای و هر نهاد قدرت در ایران کنترل بشه، آقای خاتمی بگن ما هم بدونیم. آقای خاتمی کسی است که بعد از 8 سال ریاست جمهوری گفت من یک تدارکاتچی بیشتر نبودم. امروز که دیگه نه دولت در اختیار آقای خاتمی و دوستانش، نه مجلس، قوه قضاییه در رأسش یه آدم بی منطقی به نام صادق لاریجانی است که میگه ما باید رضایت رهبری رو کسب کنیم. آدمی است که میگه ما اصلا در قانون اساسیمون چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم. شما با این ساختار حکومتی چگونه میخوام کسانی که از عرایض من ناراحت شدن در مورد آقای خاتمی بیان بگن که چه نشانه‌ای دیدن یا چه ابزاری در اختیار دارن که اگر این حکومت با وضع فعلی تداوم پیدا کنه، حتی اگر برای انتخابات مجلس کوتاه بیاد که نخواهد اومد، چه ابزاری وجود داره که این کنترل نهادینه بشه. تا زمانی که این نشه، به فرض که مثلا انتخاباتی هم نسبتا آزاد برگزار کردن و گیرم 50 تا نماینده اصلاح طلب رفتن در مجلس، الان نماینده اصلاح طلب مجلس انقدر تحت فشار گذاشتن که یک نماینده‌ای که تمام هویتش رو از کروبی موسوی و خاتمی داره میاد میگه مثلا من به اینا کاری ندارم، ما تابع ولایت فقیه هستیم. خب تابع ولایت فقیه که نیاز نیست که انقدر بیاد ادعای اصلاح طلبی کنه. تابع ولایت فقیه یعنی که در مجلس حق نداره دو بکنه، در مجلس حق نداره در مورد رئیس جمهور سوال کنه، در مجلس حق نداره قانونی بگذرونه که ولی فقیه باش مخالفه. خب این که دیگه عنوان اصلاح طلبی نمیخواد. و همین جهت من فریاد زدم گفتم من دیگه اصلاح طلب نیستم و واقعا هم هیچ اعتقادی به اصلاح طلبی ندارم، برای اینکه اعتقاد دارم ساختار نظام انقدر فاسد شده و انقدر نهادهای غیر قانونی برای این نظام و در واقع اختیارات غیرقانونی برای رهبری و عواملش گنجونده شده که دیگه قابل اصلاح نیست. یعنی اصلاحش به معنی از بین رفتنشه. کما اینکه آقای کروبی قبلا گفتن این نظام نه جمهوری است نه اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی از بین رفته. ما دنبال اصلاح چی هستیم؟ اگر دوستان به ما بگن که دنبال اصلاح چی هستیم مشخص میشه و بعدم میتونن در انتخابات مجلس شرکت کنن، برن تو مجلس این رو اصلاح کنن. اما من یقین دارم امروز به خود آقای خاتمی هم بگید قبول دارن که با این ساختار هیچ اصلاحی امکان پذیر نیست. پس چرا مردم رو بازی میدیم؟ من عرض میکنم اگر دوستان به صراحت بیان بگن چه چیزی دیدند، چه ابزاری رو در نظر گرفتن. من دو تا مثال زدم. اگر مثلا کروبی نامی رئیس مجلس بود که دیگه نخواهد بود و مجمع تشخیص مصلحت ترک کرد و گفت قانون رو ابلاغ نخواهم کرد، آیا باز هم شورای نگهبان و مجمع تشخیص کوتاه خواهند اومد؟ اگر نماینده مجلس رو دستگیر کردن و کروبی نامی یا رئیس مجلس مقاومت کرد، خودش رو هم بازداشت نخواهند کرد؟ خب چرا ما مردم رو بازی بدیم؟ بی خود مردم به چیزای امیدوار کنیم، بگیم اصل نظام. اصلا به من بگید این اصل نظام که قرار حفظ بشه چیه؟ اصل نظام اخلاق بود، اسلام بود، جمهوریت بود، حفظ حقوق مردم بود، توجه، اینکه یک نفر خودش رو مطلق ندونه بود. و اصل نظام اینها بوده. یعنی چیزی که آیت الله خمینی به مردم وعده دادن این بود که رهبر در برابر آحاد ملت مثل اونهاست. عین جمله آقای خمینی این بود که هر فرد از آحاد ملت حق دارد مستقیما و در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و او موظف است جواب دهد. آیا امروز اصلا تصور این حرف در ایران امکان پذیره؟ امروز حتی نمایندگان مجلس خبرگان آقای دستقیب یک مرجع تقلیده، حداقل یک مجتهد مسلمه، دو تا انتقاد میکنه میان میگن بعد عزل شه و بعد رهبری کرامت میکنه میگه نخیر ایشون عزل نشه. یعنی حتی در مجلس خبرگان کسی حق نداره از رهبری انتقاد بکنه، نه از رهبری، از اوضاع کشور. خب با این شرایط واقعا من نمیدونم چرا بعضی از افراد فکر میکنن که هنوز راه اصلاحی وجود داره. حکومت به جایی رسیده که میگم نه تنها کسی از نمایندگان مجلس حق ندارن فردا انتقاد بکنن، نماینده مجلس خبرگان که اصلا وظیفش عزل رهبریه، جز وظایف، جز اختیاراتشه، حق نه تنها عزل که هیچی، حق انتقاد هم نداره. با این شرایط به نظر من این که ما مردم رو بازی بدیم، امیدشون بدیم که اصل نظام حفظ شه. اصل نظام یعنی همین که آقای خامنه‌ای امروز خودش اصل نظام میدونه و نهادهای قدرتی هم که در اختیارشون هستن، اختیارشون دست ایشونه. ببینید ایشون یه مدتی اومد فضا رو باز گذاشت علیه دولت، همه حرف زدن، یه روز اومد گفتش که نباید اتهام زد. همون کسانی که آقای سید احمد خاتمی، آقای نبازی و دیگران که اومده بودن کلی علیه دولت حرف زدن، اومدن همشون همون حرفو زدن که نباید علیه کسی تهمت زد. یعنی حتی در مورد احکام شرعی، احکام مسلم شرعی و حقوقی هم همه چشمشون به دهان آقای خامنه‌ای. هر روزی که ایشون هر چی گفت همه خواهند گفت. با این شرط به نظر من بازی دادن مردم بزرگترین خیانتی در تاریخ ثبت خواهد شد و کسانی که به من انتقاد میکنن، اگر خود آقای خاتمی هم نمیخواد جواب بده، اونها بیان به من بگن چه نشانه‌ای دیدن که آقای خامنه‌ای میخواد از این مطلق گرایی غیر منطقی و حقیرانه خودش، هم مطلق گرایی هم حقیرانه است. یعنی اگر کسی یک دیکتاتور مقتدر باشه، اینقدر نماینده مجلس خودش رو که منسوب خودشان محدود نمیکنه که بگه حتی فریاد نکشید. این یک دیکتاتور حقیره. با این شرط به نظر آقای خاتمی اگه توضیح بدن یا دوستانشون توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده، چه نشانه‌ای دیدن که احتمال حتی ضعیف
نوعی اصلاح در آقای خامنه‌ای رو میبینن. من عرض میکنم امروز چون نظام یعنی آقای خامنه‌ای، اگر آقای خامنه‌ای اصلاح شد نظام اسلام میشه. اگر کسانی نشانه‌ای دیدن یا ابزاری رو میشناسن بگن، من هم دنبالشون خواهم افتاد. متشکرم، خدا نگهدارتون.